سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد تولید محتوا و درآمدهای این حیطه کاری صحبت بکنیم. اکثر ما وقتی حرف تولید محتوا رو میشنویم حس میکنیم که یه نفری مثل من نشسته پشت این ستاپ و داره باهاتون صحبت میکنه. ولی در واقعیت مبحثی که میخوام امروز باهاتون صحبت بکنم یه خورده متفاوت تره. امروز میخوام باهاتون به صورت تخصصی در مورد تولید محتوای اینستاگرام حرف بزنم و بریم ببینیم که عوامل پشت صحنه درآمدشون چقدره. ما توی تولید محتوا انواع نقشا رو داریم. شما میتونید تصویربردار باشین، عکاس باشین، ادیتور باشین، ادمین پیج باشین یا حتی مدیریت پروژه رو داشته باشین. و حتی خود این هم چند تا سرفصل درآمد داره. شما مثلا میتونین استخدامی کار بکنین توی شرکت‌ها یا مثلا به صورت فریلنسر کار کنین یا حتی خودتون آژانس خودتون رو داشته باشین. ولی اگه بخوایم در مورد درآمدش صحبت بکنیم، اگه شما تصویربردار باشین و نخواین ادیت بزنین و فقط تصویر بگیرین و توی شرکتی استخدامی کار بکنین، روزی 8 ساعت درآمدتون بین 10 الی 15 تومنه. ولی اگه همین شغل رو به صورت فریلنسری کار بکنین و بتونین پروژه بگیرین، درآمدتون تقریبا مثبت 50 تومن هم میشه. اگه شما ادیتور باشین و فقط پشت سیستم بشینین و به صورت استخدامی توی شرکت کار کنین، درآمدتون بین 8 الی 15 تومن ماهیانه هست. ولی اگه شما ادیتوری باشین که بتونه فریلنسر پروژه بگیره و یکم هم خلاق باشه، درآمدش مثبت 100 تومن هم میشه. ولی حالا شاید شما بگین که من هم تصویربردارم هم ادیتورم. اگه توی این شرایط برین توی شرکتی استخدام بشین، درآمدتون هولوهاش 10 الی 20 میلیون تومنه با روزی 8 ساعت کار. ولی بازم اگه بتونین فریلنسر کار کنین و پروژه بگیرین، 10 تا پروژه بگیرین، درآمدتون میشه 200 میلیون تومن. و اما ادمین یا همون مدیریت پیج، ما چندین مدل ادمین رو داریم که الان نمیخوام باز کنم و توضیح بدم چون تایم ویدیو واقعا میره بالا، ولی یه ویدیویی حتما میگیرم و توضیحش میدم. ولی اگه بخوام خلاصه وار توضیح بدم، شما اگه ادمین پیجی باشین احتمالاً درآمدتون از 4 تومن شروع میشه تا مثبت 100 تومن. درآمدایی که بهتون گفتم واسه استخدام یا فریلنسر کار کردن بود. حالا ما یه چیز دیگر رو داریم به اسم تیم تولید محتوا یا یک آژانس تبلیغاتی. اگه شما خودتون تیم تولید محتوا داشته باشین یا عضو یک تیمی باشین، جریان فرق میکنه. اگه توی همچین شرایطی باشین میتونین پروژه های بیشتری بگیرین و به مراتب درآمدتون هم بیشتر میشه. و در آخر اینم بگم و خیالتو راحت کن، تولید محتوا به خصوص توی 2025 میتونه شغل اصلی تو باشه و نیاز نیست که مکمل داشته باشی براش. فقط کافیه که مسیر رو مشخص کنی، ادامه بدی تا به درآمدهای خیلی خوبی برسی. لطفاً سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو فعال کنین تا هر وقت ویدیویی گذاشتم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. خیلی ممنونم.